این شنیدنیه. حدیثی خاطرم آمد که میفرمود پیغمبر به اصحابش شب معراج و سر لیلة الاسری به طاق آسمان چارمین دیدم من از رحمت هزاران مسجدی اندر درون مسجد الاقصی، به هر مسجد هزاران طاق، هر طاقی 200 محراب، هر محراب 100 منبر، به هر منبر علی پیدا. سه پیغمبر چو بشنیدند اصحاب این سخن گفتند که دیشب با علی بودیم جمله جمع در یک جا. تبسم کرد سلمان این سخن گفتا به پیغمبر به غیر از خود ندیدم هیچ کس در نزد آن مولا. ابوذر گفت یا سلمان به روح پاک پیغمبر نشسته بودم من در خدمتش در گوشه تنها. اصحاب میگن ما با علی، سلمان میگه من تنها بودم، ابوذر میگه من خلوت کرده بودم. مدعی اصلیه اومد وسط به گوش فاطمه خورد این سخن، گفتا علی دیشب که تا صبح از درون خانه ننهد برون اصلا که ناگه جبرئیل از حق پیام آورد بر احمد که ای مسند نشین بارگاه قرب او ادنا، اگرچه بر همه ظاهر شده در صورتی اما ولیت از همه بگذشت و با ما بود در